جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. کافه کتاب، برنامه کافه کتاب تقدیم می‌کند. مهمانی ما باشید به اندازه نوشیدن یک فنجان قهوه. اینجا رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. با برنامه کافه کتاب گشت. سلام و درود دوستان و همدیارانی نازنین، مدینه حیدرزاده هستم و با کتابی دیگر مهمانی خانه هایتان میشویم. نهم سپتامبر روز استقلالیت را بر همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و برای سربلندی و عزت وطن عزیزمان تاجیکستان بهترین ها را آرزو داریم. به مناسبت این روز خجسته برنامه را اختصاص می‌دهیم به شاعر عالی قدر استاد گلنظر کلدی. همانطور که همه شما می‌دانید، پس از به استقلالیت رسیدن جمهوری تاجیکستان، استاد گلنظر کلدی شعری زیبایی را سرودند که به عنوان سرود ملی منتخب شد. عزیزان، در اینجای برنامه شما را مهمان میکنیم با شنیدن این نوای زیبا که روح و جانمان را جلا میدهد. گلنظر کلدی شاعر و فیلمنامه‌نویس تاجیک است. گذشته از شعرگویی، گلنظر در نوشتن فیلمنامه هم تبحر دارد. او در 20 سپتامبر سال 1945 در روستای دردره ناحیه عینی به دنیا آمد. شعرگویی را از دوران مکتب میانه آغاز کرد و سال 1961 به شهر دوشنبه آمد تا تحصیلاتش را در بخش تاریخ و سخنشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان ادامه دهد. وی در این شهر که محل سکونت بزرگان شعر و ادب امروز تاجیکستان است ماندگار شد. 24 سالش بود که در سال 69 نخستین مجموعه شعرش را با نام رسمی سربازی منتشر کرد و مورد استقبال شاعران زمان واقع شد و اکنون گلنظر از جمله سرشناسترین شاعران تاجیکستان است. آثار استاد بالغ بر 40 کتاب شده است، مانند فصل آغاز، طلوع بیداری، آینه تشنه، تو و خوبی و رعنایی، سفینه،
شاعر و شعر اگر هست. آغوشی سرشار از برای گلیزار، دیواری سبز، دریای کوچه، بارانی به سرانجام و 3 کلچه تنوری. اشعار استاد در ایران و افغانستان هم به تب رسیده است. قیصر امینپور، شاعر نامی ایرانی، گلچین از اشعار گلنظر را با نام زبان عاشقی در تهران منتشر کرد. اما در این برنامه کمی تأمل میکنیم در مجموعه رباعیات استاد گلنظر کلدی با انتشار مجموعه رباعیات استاد گلنظر کلدی با نام بخوابی من خامز مژگانی تو داشت، در مجلدی با نام تو و خوبی و رعنایی در زندگی ادبی پویای تاجیکستان رویدادی زیبایی رخ داد و برای هواداران آب و هوای دلکش این سرزمین گلشنی تازه باز شد. گلشنی که چشمش پر از تکلم و پشتش پر از تبسم نوروزی است. گلباغی چمنهایش چکمپوش و گلهایش ایمن از آفتی پژمردن و کسی که وارد آن شد چون از نغمه تر سیراب گردید چون سبزه به خواب می رود. و هرچند مؤلف در بیت فروتنانه می گوید از بس که رباعی از ازل کوتاه است آهم به شما نمی رسد من چه کنم. در واقع بیشتر ابیاتش همانند آه از عمق دل برآمدند و بنابراین نشان رسند و دوباره بر دل خواننده می نشینند. موضوع اساسی رباعیات این مجموعه را می توان غنایی یا همان عشقی، اجتماعی، پند و اندرزی و فلسفی و عرفانی برشمرد. اگر رباعیات مذکور را از زاویه نقد عوامل تأثیرانگیز شعر یعنی احساس، وزن، خیال و زبان بررسی کنیم، باید گفت عنصر خیال که جوهره اساسی شعر به شمار می آید، اغلب در بخش اشعار اجتماعی و غنایی مؤلف به چشم می خورد. در صورت برخورداری از تمام عناصر تأثیرانگیز بجز عنصر خیال، در رباعی که اکنون برایتان میخوانم پیامی اصلی قلمکش چون پاسخ و عکس‌العمل به اعمال زمانه و قرن نابسامان اعتراضی است در شکل خوابی اصحاب کهف در زمان دقیانوس، خوابی که خوشتر است از بیداری. نه جایی ندامت است و نه جایی فسوس، آسوده گذر هزاره دقیانوس. خوابی که عزیز خانه چشم من است، نه بانگ اذان خواهد و نه بانگ خروس. و یا در رباعی دیگر استاد سرودند نامی تو شده سرخط 100 نامه، هنگی من و ما کنده از این هنگامه. چون پادشاهی خیره سری افسانه، عریانی و لاف میزنی از جامه. در بخش مورد نظر شاعر چون فرزند دلسوز ملت درباره مسائل داغی روز همچون مهاجرت اهالی کشور به خارج در جستجوی کار و شغل، برگشتن مرده و تابوت برخی از آنها، ریا و فساد و غیره تأمل میکند و می‌سراید تابوت پسرهای تو از دوری دور، بار است برای شانه حسرت من. رباعیات عاشقانه استاد گلنظر دارای زبان رسا و تصاویر گویاند که حاکی از عاطفه قلبی و معرفت فردی است. کنار یار برای شاعری عزیز همچون آغوش تاجیکستان است. آمدنش صبح وطن را میماند و چشمه لبهایش یادآوری لبی ورزاب است. هنگام تجسم سیمای یار نیز کاربست ابعاد و اجزای متعلق به روزگار و فرهنگ ملی تاجیکانه از قبیل کرته الوان، زنگوله گوشوار،
سیب خوبانی غرمی و روزه گشادن و مانند اینها به مشاهده می رسد. از روی جهان کنار تو ما را بس، آغوشی به از بهار تو ما را بس. خواهی که انیسی بختی بیدار شویم، زنگوله گوشوار تو ما را بس. یک دسته رباعیات استاد گلنظر در عین سادگی و شیرینی طبیعی شمه‌ای از ادبیات شفاهی و رباعیات مردمی سمرقند را دارد که سینه به سینه تا به روزگار ما رسیده است. تو جانی زرافشانی مرا بندی کن، تلخی بگذار و با منت خندی کن. این فلغری ساده دل عاشق را، ماننده دریاش سمرقندی کن. در اشعار آب خورده از مشرب عرفان و تصوف مؤلف بیشتر متأثر از ولایت و معرفت سرآمدان آن مکتب از جمله مولانا جلال الدین بلخی و داستان منصور حلاج است. ای حق تو ستاره تمنا باشی، هرچند نهان کنند پیدا باشی. تا خون ز لب اناالحقش می شارد، ای لاله حلاج شکوفا باشی. اکثر رباعیات در همان وزن معمول و مخصوص آن، یعنی لا حول ولا قوة الا بالله سروده شدند. سامانی اگر پی بخارا آمد، ناموس من و شما پی ما آمد. با پیرهنی پاره پارینه گذشت، با جامه جاودان فردا آمد. معمولاً خواب در چشمان آدم مسکون است و وقتی کسی عاشق می شود و در مهمانی محفل چشمان یارش مجال حضور پیدا می کند، خواب نیز از خانه چشمش رخت می بندد. اگر می خواهید بدانید در آن محفل شورانگیز چه گفتگوهای نهانی میان عاشقان رد و بدل می شود، شب بیدار بمانید و بیخوابی بکشید و کتابی بیخوابی من خامزی مشگان تو داشت استاد گلنظر را بخوانید. دوستانی مهربان، یکی دیگر از برنامه‌های کافی کتاب نیز با تهیه کنندگی مدینه حیدرزاده و تدوین و صدابرداری آریا سهراب تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم لذت کافی را برده باشید. سلامت و تندرست باشید و خدا یار و نگهدارتان.